ابوالعز حنیفی رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگی و دانشمندای جهان اسلام هست و یکی از دانشمندای احناف مشهور است. او عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل میکنه در شرح عقیدة الطحاوی از ابو جعفر طحاوی حنیفی رحمت الله علیه. میفرماید ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید اگر یک مسلمانی تو عقیده داشته باشه که الله جل شانه به هر جا هست، امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که این عقیده کفر است. چرا که الله مثال به مکه است، به مدینه است، به افغانستان است، به لندن است، به نیویورک است، به سعودی است، دیگه به هر کشور و به هر ولسوالی و به هر ولایت و هر جا الله می باشه. این از هزار تا الله زیاد شد. نعوذ بالله. و این کفر است. الله یک الله است و او بالای آسمان ها و بالای عرش است. الله متعال بالای عرش استوا کرده. کیفیت او مجهول است. کیفیت در قرآن و سنت مشخص نیست و برای امت هم لازم نیست به کیفیتش بفهمه. الله متعال بالای عرش استوا کرده، کیفیت او مجهول است، مشابه به تمام مخلوقات خود نیست. لیس کمثل شیء. و سوال کردن درباره ذات او بدعت است و ایمان داشتن به ذات او فرض است. به هر کیفیتی که به شأن او مناسب است، به عزت و جلال او می‌سیبد، به همون کیفیت میباشد. اما علم او، صفات او تمام دنیا را احاطه دارد. اگر ما شما دقت کرده باشیم وقتی که آفتاب معطال رو میبینیم، آفتاب خودش در آسمان هست اما نورش در هر جا هست. اینطور نیست که به هر ولسوالی یک آفتاب باشه و به هر قریه یک آفتاب باشه و به هر ولایت و به هر کشور یک آفتاب باشه. مثلا مهتاب در آسمان است، روشنی در کل جاست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرماید اگر کسی بگه که الله در هر جا هست، الله در قلب ما است، الله در هر جا است، نعوذ بالله، این کفر است و این عقیده از یهود و نصارا بدتر است. و صاحب فتوای عالمگیری که بزرگترین فتوای احناف است میگه که اگر کسی میگه که من الله جل شانه را در خواب دیدم، باز این کفر است. چرا؟ که اگر میگه من در خواب دیدم باید باز کیفیت بیان کنه که به کدام کیفیت خواب دیدی. باید یک مثال بده. مثال نور خواب دیدی، انسان خواب دیدی، ملک خواب دیدی، حیوانات خواب دیدی، به شکل چی خواب دیدی؟ وقتی شکل کیفیت بیان کردی باز به این آیت کفر است. لیس کمثل شیء. به الله هیچ مثال نیست. الله ذات وراء الورا است. بعد به زو ایمان داشته باشی که بالای عرش است، بالای عرش استوا کرده، مشابه مخلوقات خود نیست، کیفیت او مجهول است، سوال کردن درباره ذات او بدعت است، ایمان داشتن به ذات او فرض است. الرحمن علی العرش استوا، ثم علی العرش استوا. بسیار آیات زیاد هست در قرآن به این باره. اما مردم اسرائیلیات و دروغ و خرافات و دروغ آوردن به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت کرد. حال یک کسی که شاگرد اول و دوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوده، او خوب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میشناسه، یا یک نفر که 500 سال بعد از او پیدا شده دروغ و خرافات خود به اسم نوشته کرده. در تمام کتاب‌های شیعه ها و روافض یک قول دروغ درست کردن، او را به امام ابو حنیفه رحمه الله نسبت کردن. اون دروغ چیست؟ میگه که امام ابو حنیفه رحمه الله گفت اگر کسی 99 دلیل به کفرش بود، یک دلیل به اسلامش بود، 99 کفرش ببخش، یک اسلامش بگیره، اون اسلام است. در صورتی که یک دروغ بین المللی است. یهود 99% قرآن منکر نیست، یک 20%، 30%، 40%. الله میگه کافر بزرگ است. نصارا همینطور، هندو همینطور، روافض همینطور. در صورتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالمی خیلی مدبر و محقق و بزرگ بود و در عقیده توحید خیلی زیاد سختگیر بود. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرماید امام ابو حنیفه رحمه الله در عقیده توحید در عصر خود کسی اینطور عالم به حیثیت و به کیفیت و به صفات او دیگه پیدا نمیشد در وقت. پس ما و شما باید عقیده اسلامی رو درست بفهمیم و یاد بگیریم و افتراحات و استفاده جویی های غلطی که به او شده اونا رو چی کنیم؟ او رو از هم جدا کرده بدانیم. و حقیقتا که انسان وقتی که تحقیقات علمی میکنه میبینه که تابعین و تبع تابعین و دانشمندای امت دارای همینطور خصوصیات و صفات‌های خیلی زیاد بودن، اما در مدت تاریخ از اینا استفاده‌های خیلی غلط بعضی فرقه‌های باطله و ضاله و گمراه آمده از اینا کردن و بسیاری از خرافات و اصطلاحات و کفریات و شرکیات خود چی کردن؟
به اینا نسبت کردن. خب دیگه که امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید، ابوالحسن حنیفی نقل میکنه که اگه یک نفر گفت که خب الله با آسمان نیست، نعوذ بالله، به زمین نیست، و دو طرف شمال نیست، جنوب نیست، مشرق نیست، مغرب نیست، خب هیچ، یعنی الله نیست، نعوذ بالله، این عقیده دهریت است و این کفر بدتر از کفر یهود و نصارا است. پس الله جل شانه به شمال نیست، به جنوب نیست، به مشرق نیست، به مغرب نیست، به زمین نیست. الله متعال به آسمان هاست، بالای عرش است و این عقیده هر مسلمان است و این عقیده را امام ابو حنیفه رحمه الله از پیش رجوع نکرده. چرا؟ امام ابو حنیفه رحمه الله میدونست که در عقیده اجتهاد، بیان، سخن این گپا نیست. عقیده اون چیزی است که از اصل قرآن گرفته شده، یعنی کل امت به او اتفاق داره. این مسائل فقه نیست که اختلافی باشه، این مسائل سیرت و جغرافی و اجتهاد و فقه نیست. عقیده اصل است و بنیاد است و کل آیات قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع صحابه به اتفاق داره که الله متعال بالای عرش استوا کرده، مشابه به مخلوقات خود نیست، کیفیت او مجهول است و ایمان داشتن به ذات او فرض است و این ایمان و عقیده هر مسلمان است و امام ابو حنیفه رحمه الله علیه همینطور عقیده داشت که ابوالحسن حنیفی رحمه الله نقل میکنه.